6 تا از اشاق‌های معروف ایران رو داخل این دیوار با کاشی‌های بسیار زیبا نوشته شده است. اولین اشاقی که نوشته شده از در ورودی وارد می‌شویم ویس و رامین هست. بریم ببینیم. و این دیوار به عشق این زوج با کاشی‌های قشنگ نوشته شده. و دیوار بعدی رو داریم، همای و همایون رو داریم که نوشته شده حالا با خطای میگن میخی و نسلی با همه و با کاشی چیده شده. دیوار بعدی رو داریم، شیرین و فرهاد هستش که بازم اینم با کاشی‌های بسیار زیبا و طراحی بسیار زیبا طراحی شده. و یه شعر وسط دیوار اشاق نوشته شده است به عشق این 6 زوج و زوجهای زیادی که در کشور هستند. نگاه دار دلی را که برده‌ای به نگاهی. و 3 عشق دیگر رو داریم که نوشته شده است و دوباره بعد از این شعر شیرین و فرهاد رو داریم، لیلی و مجنون رو داریم که نوشته شده است و با کاشی نقش و نگار داده شده روی دیوار. دیوار بعدی که ضلع بعدی دیوار عشق هستش، بیژن و منیژه که طراحی شده به طراحی بسیار زیبا و خیلی هم با دقت بخونیم راحت تر میشه این اشاق‌ها رو خون. و آخرین دیواری که نوشته شده است وامق و عذرا هستش که این وامق و عذرا هم قصه بسیار زیبا دارن و که کی؟ وامق و عذرا. بله که این دیوارم خیلی خاطره ها به همراه داره و این دیوار تقریبا بزرگترین دیوار در خاورمیانه هم میشه حسابش کنیم که گفتم حدود 40 الی 50 متر طول این دیوار هستش.
دیدید اینجا بازسازی شده، کاملا بازسازی شده. رادیوها رو جمع آوری کردن، دستگاه‌ها رو جمع آوری کردن، باغ رو تازه ساز کردن. اینجا 6 تا اتاق داره که این اتاق‌ها هر کدوم حدود 50 تا رادیو داخلشونه، شادم بیشتر. و این رادیوها از خدمت این رادیوها از 15 سال به بالاست. خدمت این رادیوها از 15 سال به بالا و داخل همه اتاق‌ها رادیو هستش به نمونه‌های مختلف. و داخل این اتاق ما سینما شهر تماشا هم داریم. داخل کدوم اتاق؟ داخل همین اتاق. و بذار یه لحظه کنه. اینجا کاملا حدود 450 تا رادیو جمع آوری شده و الان بزرگترین موزه رادیو در ایران هستش. و این دستگاهی که الان میبینیم، این دستگاه قدیمی و بهش میگن شهر تماشا. و این دستگاه کاملا قدیمه، از نقش و نگار روش معلومه که سینما تماشاست که قدمتش از اون دستگاه کمتره، ولی بازم دستگاه بسیار قدیمیه و یه دونه صندوق زیرشه که صندوق هم متعلق به حدوداً 20 الی 30 سال پیشه که اینجا جمع آوری شده. یعنی این دستگاه داخل اون صندوق میگذاشتن، درسته؟ بله. این دستگاه داخل صندوق بوده، ولی صندوق قیمتش بیشتر از دستگاه. و دیگه رادیوهای دیگری رو میبینیم که گفتم قیمتشون از 15 سال به بالاست و تقریبا بیشترشون هم ایرانی نیستن. بیشتر دستگاه ایرانی نیستن. کجایی هم؟ دستگاه روس هسته، ترکیه هسته، عراق هسته، عربستان هسته، جاهای مختلف. ژاپن و اینا هست دیگه. بله، کاملا ایرانی نیستن که اگه دقت کنیم به نوشته روی دستگاه متوجه میشین که این دستگاه اصلا ایرانی نیستش. بچه‌ها همینجور که میبینید این رادیوها خیلی با دقت نگهداری میشن و داخل کاور هستن که حتی گرد و خاک هم داخل این دستگاه نرن. این هم از میز چیدمان و این هم از دستگاه چی بود اسمش؟ تماشا. بهش میگن سینما شهر تماشا. سینما شهر تماشا. قیمتش کمتر از اون دستگاه. بهش میگن سینما تماشا، بهش میگن شهر تماشا، بهش میگن. خیلی خوب، خیلی هم عالی. بریم سراغ اتاقای بعدی.
تا بریم سراغ اتاق بعدی، اتاق رادیو، بریم ببینیم چه خبره. خب میگفتن آقا اینجا دوباره یه سری رادیوها بهشون میگن رادیوهای جعبه‌ای که داریم و تلفن‌های خیلی تا خیلی قدیم. این تلفن‌ها هستش و بالا پایین که جعبه همین تلفن هست و دو قسمت بالایی که الان میبینین اینا بهشون میگن رادیو جعبه‌ای، یعنی رادیو همراه. همینجوری که ملاحظه میکنین دسته دارن که با دست اینور اونور میشن، به همراهشون اینور اونور میبرن و حتی قفل برای قفل کردن روی رادیو هم بوده و بازم رادیوهای بیشتری داخل تاقچه ها گذاشته شده. اونم رادیو دیگه. بله اونم رادیو جعبه‌ای بهش میگن. ولی هر کدوم از این رادیوها فرق دارن. بعضیا اون رادیوهای بالایی قطب نشون میده، قطب نما داره روش و حالا رادیوهای پایین فرکانس و اینا هم اولی بوده که روشون نصب شده و ساعت. رادیو نفتی که میگفتن کدومه؟ رادیو نفتی الان اینجا نیستی که بخوام نشونتون بدم، فعلا اینجا نیسته. اینجا بازم رادیوهای گفتم که حدوداً 400-450 تا رادیو اینجا جمع آوری شده. همش منطقه، خیلی هم عالی. چیزی ما نظرمون جلب کرده اینه که بریم به سمت این سنگ جریانش چیه؟ این سنگ تیکه از میگن تیکه از خونه شاه همینجا بوده، تیکه از سنگ خونه شاه همینجا بوده که الان تیکه تیکه شده و ما 5 تا تیکه از این سنگ رو داریم. اونا هم هستن؟ یعنی اونا هم جز همین سنگ هست، درسته؟ جز همین سنگ هم. شاه کی بوده اسمش؟ فتحعلی میگن فتحعلی بوده، بعضی میگن رضا شاه بوده. حالا اینو درست اطلاع ندارم ولی سنگ خونه شاه بوده که با نقش و نگار خیلی ظریف ساخته شده این سنگ
و این میزای پایینم در اصل برای کلکسیون اسلحه های قدیمی مثل توپانچه و چیزای قدیمی نگهداری می شده در خونه های خیلی خیلی قدیمی، برای همین جمع آوری شده. الان داخل اینا رادیو گذاشته شده، ولی قبلا مثل کلکسیون اسلحه. آها چقدر جالب، چقدر زیبا. و اینم تقریبا این یعنی یه دره دیگه، در آره داخل همه میزای داخل اتاق‌ها یه در واقع شده، که این دره داخل همه میزا هستش. بازم داخل این اتاق رادیو هستش و هم رادیوهای قدیمی که هم برای چند تا کشور مختلف ساخته شدن و خیلی از 10 الی 15 سال پیش ساخته شدن. یعنی سازنده‌هاشون کشورها دیگه بودن یا نه امواجی که می‌خواستن بگیرن؟ نه، سازنده‌هاشون کشورهای دیگه بودن و امواج مختلفی هم میگرفتن. بعد اینا چی سماورن؟ چی اینا سماورهای قدیمیه که کناریش مثل و کنار این مثل و این مس نیکله. این مس نیکله. بله این مس نیکله. داخل آتیش میذاشتن. این معقل هم زیرش بوده یعنی بله. اون جوغن زیرش بوده؟ اونم جوغن نه، اون جوغن برای اون جوغن قدیمیه، حدوداً قدمتش 15 سال است. به دست بهترین استاد و هنرمند. هر دوتاشون پس در اصل از منقل زیرشون استفاده میشه؟ بله منقل و آتیش زیاد. دیگه درایم بعضی از درها که میگیم داخل همین ساخته شده نقش نگار متفاوتی با همه دارن دیگه. بله حتما، چون درامون هم درای داخل میز هستش، هیچ کدوم شبیه هم نیست. اگه دقت کرده باشین الان 3 تا میزو گرفته باشین، بله. هیچ کدوم شبیه هم نیستش. دقیقاً بله درست. اینا هم قدمت زیادی داره، این درا هم قدمت زیادی داره. بعد حالا بریم به سراغ این سقف هم بهترین استاد هنرمند اصفهانی که استاد اشتباه نکنم استاد نوری بوده که این سقف رو به این زیبایی با طرح برجسته، چقدر زیبا. بله برجسته این سقف رو نقش و نگار کردن. کبوتر چه جالب، خیلی حرفه‌ای. خب اینم نقش نگار دیوار و بچه ها. خب توضیح بدیم از این چی بوده، این چی کار میکرده؟ این اجاق بوده، این خیلی قیمت نداره ولی خب طرح قدیمی داره که سوختش چی بوده؟ سوختش نفت؟ بله سوختش نفت بوده و اونم خب اینم چی؟ اینم سوختش نفت بوده؟ اینم سوختش نفت بوده. بله اینا همه فتیله‌ای هستش که این ولی قیمتش بالاست. حدوداً چقدر میشه قیمتش؟ حدوداً 20 سال، چون قیمتش بالاست. اینا همه مرمت شده که اینقدر نو معلوم میشه و یعنی همه پوسیده بوده. بعد اینا میشه همون بالاییه ولی طرحش فرق داره فقط. اوکی. بریم سراغ اتاق کناری. و همچنان رادیوهای بیشتری میبینین.
داستان این چیه که با بقیه فرق میکنه؟ این چیه؟ این اولی بوده که بخاری نفتی که به حساب ساخته شده این هستش که این یه بخاری نفتیه. این یه بخاری نفتیه ولی با سازه بسیار قدیمی. فقط میگم که مرمت شدن که اینقدر نو هستن وگرنه نو نبودن. اولین بخاری نفتیه که ساخته شده داخل کنه و روش هم نوشته علایالدین. چقدر جالب. خب اینم از در این اتاق. تا هر اتاقی یه میزه که این میز همون دره توش هسته، یعنی در رو به صورت میز در آوردن و خیلی حرفه‌ای و دقیق، سنتی، عالی، شیک استفاده به کارگیری شده. این چیه؟ اینم اولین اجاق گاز نفتیه که اون خازن نفتشه، مخزن نفتشه که میره داخل لولا و روشن میشه. اینم روش بود یعنی؟ اینم دقیقا همونه ولی این کوچیک‌ترشه. اینم نفت داخلش اینم نفت داخلش میرفته و روشن میشده اینجا. چقدر عالیه. بچه ها ببینید چه نقش نگاری برای دیوارها، درها، تاقچه‌ها، سقف بسیار حرفه‌ای و دقیق به کار شده، بسیار سنتی، بسیار شیک. طرح هر سقفی کاملا فرق میکنه، طرح هر میزی کاملا فرق میکنه. تاقچه‌ها، دیوارها، حتی رادیوها. البته رادیوها شباهت به هم دارن اما با هم تفاوت زیادی دارن. و اینم از فانوس، چراغ نفتی روشنایی. یک مهندسی، یک معماری بسیار دقیق و حرفه‌ای با توسط معمارا و استادکاران بسیار حرفه‌ای انجام شده. خب بچه ها بریم به سراغ قسمت بعدیمون. خب بچه ها همینجا میبینید اینا آسیاب گندم دستیه. باشون گندم وارد میکنن، درسته؟ بله بله. آسیاب دستیه. یا آسیاب هم بوده، آسیاب بزرگ بوده که اونا بهش میگو آسیاب اونا رو با حیوان گاو و اینا میچرخوندن. اینم چیه؟ چرخ برای چاه چجوریه؟ بله اینم چرخ چاهه که با این آب میکشیدن بالا از چاه.
بریم به سمت بالا. اینجا هم که الان اومدین، اینجا از جای دیگه بالاتره. اگه سطح ارتفاعیش خیلی بالاتره و الان هم بهش میگن شاهنشین و قبلا هم بهش میگفتن شاهنشین، که اینجا شاههای یا همون خانهای قدیم داخل این اتاق می نشستن، بلند می شدن و زندگی شاه داخل این اتاق ها بوده که از همه اتاق ها بالاتر و یا همون صاحب باغ. بسیار هم قشنگ، جالب، حرفه‌ای. خب اینم نمای ورودیش بچه‌ها. روی دیوارهای این شاهنشین کشیده شده و همه هم کار دسته، همه هم مرمت شده دسته. به به، همه اینا کار دسته. آره همه اینا کار دسته و بسیار زمانبر بوده که این کارهای برجسته انجام داده شده، نقاشی ها انجام داده شده و حتی رادیوهایی هم که اینجا هست رادیوهای خاصتری هست به عنوان رادیوهای پایین. این رادیوها تفاوت با اون رادیوها چی بود؟ یعنی بهترین رادیوها بودن؟ تقریبا بهترین رادیوهایی که یعنی یه سری رادیوها پایین هستن مثل همدیگه هم. شاید الان فکر کنین اینا هم مثل همن، ولی نه، اینا انتخاب شده بین 450 تا رادیو هستی که اومده داخل این اتاق خاص جمع آوری شده و در این میز داخلم با همه اونا فرق داره. بله واقعا همینجوره. یه میز که تبدیلش کردن، یعنی یه در تبدیل کردن به یه میز. بسیار حرفه‌ای. و اینم رادیوها بچه‌ها. و از هم بهترم اینه. این قالی، این جلیم داستانش چیه؟ این جلیم هم از یه فرد قدیمی، یعنی صاحب همین باغ که از نسل به نسلشون رسیده که الان حالا اینجا پهن شده و کاملا هم دست بافه. کاملا دست بافه. جلیم کاملا دست بافت. مثل همون قالی کرمانی خود. بله. خب توضیحات از این رادیو چیزی دارین؟ گفتم که فقط خاصترین رادیوها اینجا جمع شده چون اتاقش خاصه و رادیوهای خاص اینجا جمع شده. شما همه رو گرفتین، اینا داخلش نبود. بله اینجور رادیوها کاملا با بقیه فرق میکنه. شاید بعضیاشون مثل پایینیا باشه ولی نه، اینا هم فرکانس های قوی تری داشتن و هم خاص‌تر بودن و هم مرمتشون بهتر بوده. بریم به سراغ اون چند تا رادیو گذرا از روش فیلم بگیریم، بریم به سراغ ادامه ویدیو.
سنتی، عالی، شیک. واقعا فضای معنوی و آرامش بسیار جالبی به آدم میده.